Bonjour et bienvenue à apprendre le français avec مهناز. سلام و خوش اومدید به یادگیری زبان فرانسه با مهناز. l'imparfait passé composé présent. افعال er توی imparfait یعنی گذشته استمراری، passé composé گذشته ساده، présent حال ساده. قرار با هم روی این زمانها کار کنیم و سعی کنیم که بتونیم اینا رو توی جمله تشخیص بدیم. تمرکز امروز روی افعال گروه اوله. er ها. présent حال ساده چجوری ساخته میشه؟ برای افعال er ها گروه اول حروف انتهایی اینه. برای ژ برای تو es، برای il elle on برای نو ons، برای vous ez، برای il elle ent. بعد ریشه برای پرزان چیه؟ ببینید یه فعلی مثل مخشه قانون اینه er رو حذف کنید، این میشه ریشه. اینجوری پرزان رو میسازید. دقت کنید که اینجا نمیخوام توضیح بدم که زمانها رو چجوری میسازید، یعنی خیلی سریع ازشون رد میشم. اگه آشنایی ندارید ویدیو خودشون رو تماشا کنید که به طور کامل با مثال توضیح میدم. برای آر ها پرزان رو چجوری بسازیم؟ گروه دومی ها ببینید حروف انتهایی ایناست. برای ژ es، برای تو es، برای il elle on et، برای nous ils sont، برای vous ils برای il elle ils sont. بعد چی میشه؟ ریشه میخوام. ریشه چجوری به دست میاد؟ برای افعال آر گروه دوم مثل فینیر کافیه er رو حذف کنیم، میاری اینجا میذاری ریشه رو. حالا برای گروه آخر بی قاعده ها افعالی که به ای یا OIR ختم میشن حتما بی قاعدن و بعضی از این فعل‌های IR هم بی قاعدن. صرفشون قانون خاصی نداره توی پرزان حال ساده. اصولا برای ژ ممکنه حروفی مثل د اس یا ایکس داشته باشیم. برای تو میتونید مثلا اس یا ایکس داشته باشیم. برای ایل ال او د یا ت داشته باشیم. برای نو او ان اس و برای وو زد و برای ایل و ال ان ت داریم. برای همین وو وقتی میگیم زد همین خودش استثناهایی داره. مثلا فعل اتر بودن میشه ووزت، تهش زد نداره. یا فعل فعل انجام دادن که فعل مهمی هم هست میشه وو فت، تهش ایزد نداره. پس استثنایی وجود داره. یک سری افعال بیقاعده مثل ولوار ببینید به او آی آر ختم میشه، خواستن، یا دورمیر خوابیدن به ای ار ختم میشه ببینید، ولی چی؟ گروه سومی هست. این پرزان حال ساده. حالا بریم سراغ امپخته که میشه گذشته استمراری. اول از همه حروف انتهایی مخصوص برای ژ برای تو برای ایل ال اون برای نو ایو، برای وو ایه، برای ایل ال این حروف انتهایی مخصوص امپخته که خیلی کمک میکنه تشخیص بدیم این زمان امپخته است. و بعد چی میخوایم؟ ریشه فعل رو میخوایم، چون باید ریشه فعل باشه که بعد تهش حروف انتهایی رو بهش اضافه کنیم. چجور ریشه فعل امپخته رو به دست بیاریم؟ برای گروه اولی ها er، برای ای آر ها مخشه مثلا چی میشه؟ کافی er رو حذف کنیم، میشه مخش، میشه ریشه. برای گروه دومی ها آی آر ها کافیه که er رو حذف کنیم و EWS اضافه کنیم. EWS اضافه کنیم. فینیس. فینیق میشه فینیس. این قانون کلیه. ولی برای گروه سومی ها مثل پراندر به معنای گرفتن یا بردن قانون کلی میگه برید به پرزان حال ساده، برید قسمت نو پرونو او ان اس رو حذف کنید، ریشه رو بگیرید برن. این میشه ریشه امپخته. این قانون کلیه که برای این دوتای دیگه هم کار میکنه، ولی برای من که راحت تره بگم برای گروه اولی ها ای رو حذف کنید، برای گروه دومی ها رو حذف کنید، EWS اضافه کنید.
برای گروه آخر از قانون پیروی کنید. چاره‌ای نیست. بعد این ریشه رو بیارید بذارید تو فرمول، حروف انتهایی مخصوص انپخفه رو اضافه کنید که میشه انپخفه ساخته میشه. بحث کمپوزه، گذشته ساده. این چجوری ساخته میشه؟ ببینید قسمت اولش، پس کمپوزه دو قسمت داره. قسمت اولش صرف فعل avoir داشتن یا être بودن تو زمان حال ساده است. قسمت دومش participe است، اسم مفعول. ولی اول قسمت اولش کی avoir کی être. بیشتر وقتا 80-90% وقتا avoir، برای بعضی فعلا être. کدوم فعلا؟ قبلا راجبش صحبت کردیم. فعلای انعکاسی یا فعلای حرکتی. اون ویدیوهایی که راجب اینا صحبت کردیم بهتر تماشا کنید. اینجا فقط یه اشاره دارم میکنم. بیشتر فعلا avoirه. صرف فعل avoir چیه؟ توی حال ساده j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. صرف فعل être بودن je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. و بعد وقتی شما قسمت اول داشتی به participe پسه اسم مفعول احتیاج دارید. برای افعال گروه اول participe پسه اسم مفعول چجوری ساخته میشه؟ خیلی ساده. این این آر حذف میشه، یه اکسان ایگو میذارید بالای این میشه مخشه. مثلا برای افعال گروه دوم فینیر ای آر ها ای ار چیکار میکنید؟ فقط آر رو حذف میکنید. فینیر. این participe پسه درست میشه. نگاه کنید برای گروه اول و گروه دوم همیشه همین کارو میکنید. ولی برای گروه سومی ها قانونی ندارید. یه چیزی مثل prendre گرفتن یا بردن میشه pris و بقیه فعلا هم هیچ قانونی نداره، باید حفظ بشه. ولی من میگم نکته اینه که اصولا حروف انتهاییشون یا اسه، ببینید، یا ایه یا ای هست یا ای. ولی باز این نکته کمکی نمیکنه. شما باید یه لیستی داشته باشی از افعال مهم گروه سوم، بیای participe پسه رو حفظ کنید. حالا بخوایم تمرین کنیم با هم دیگه. تشخیص بدیم این زمان‌ها رو. زمان بحث کمپوزه، گذشته ساده، imparfait گذشته استمراری و présent حال ساده. ببین جمله اول travailler، فعل travailler یعنی کار کردن. دقت کنید امروز تمرکز ما روی افعال ایاره. ببخشید ایاره. میگیم Sam et Sarah ont travaillé dur le mois dernier. Sam et Sarah ont travaillé dur le mois dernier. ببینید اینجا بدون اینکه ترجمه کنم ont travaillé چی میگه؟ فعل دو بخش داره. وقتی دو بخش داره یعنی پس کمپوزه است. گذشته ساده. ببین قسمت اول فعل avoir رو داریم، قسمت دوم participe پسه رو داریم. Sam et Sarah ont travaillé. سارا و سم کار کردند. dur سخت le mois dernier ماه قبل. Sam et Sarah ont travaillé dur le mois dernier. سام و سارا ماه قبل سخت کار کردند. ont travaillé. اینکه زمان رو تشخیص بدیم میتونه کمک کنه به ترجمه کردن. ont travaillé دو بخشه پس کمپوزه است. کار کردند. و بعد اینجا فعل ژوئه بازی کردن، گامونسه شروع کردن. میدونید که تمرکز روی فعل‌های ای آره. میگیم nous jouions dehors quand il a commencé à pleuvoir. Nous jouions dehors quand il a commencé à pleuvoir. دقت کنید nous jouions بدون ترجمه کردن. نگاه کنید حروف انتهایی رو بر اساس نو ایون میگه که این imparfait است. میگه این imparfait است. پس nous jouions dehors یعنی ما داشتیم بازی میکردیم. nous jouions ما داشتیم بازی میکردیم dehors بیرون. quand وقتی که il a commencé باز دو بخشه. خودش لو میده که پس کمپوزه است.
که میشه صرف فعل avoir و commencer participe passé. دو بخش پس کمپوزه است. Il a commencé شروع کرد à pleuvoir به بارون باریدن. یعنی بارون شروع شد. Nous jouions dehors quand il a commencé à pleuvoir. ما داشتیم بیرون بازی میکردیم که شروع کرد به باریدن یا بارون شروع شد. اینجا فعل adorer دوست داشتن، ستایش کردن. J'adorais marcher le long de la rivière. J'adorais marcher le long de la rivière. J'adorais یعنی که قبل از اینکه معنی کنیم حروف انتهایی رو نگاه کنید. ا میشه همون حروف انتهایی امپرفه که اینجا اشتباه اومده، باید اس می بود. برای ژ ا اس. j'adorais یعنی من قبلا دوست داشتم. بر اساس این حروف انتهایی متوجه میشم که امپرفه است. j'adorais من قبلا دوست داشتم. marcher راه رفتن le long de la rivière کنار رودخونه رو. من قبلا راه رفتن کنار رودخونه رو دوست داشتم. و بعد فعل aimer دوست داشتن. دوباره ببینید adorer یعنی دوست داشتن، ستایش کردن. aimer هم یعنی دوست داشتن. j'aime écouter de la musique. j'aime écouter de la musique. j'aime اگه نگاه کنید یه بخشه، پس کمپوزه نیست. حروف انتهایی رو نگاه کنید. بر اساس ژ هست. بر اساس ژ هست. این یعنی پرزان، یعنی حال ساده. j'aime من دوست دارم. écouter گوش بدم. de la musique به موزیک. j'aime écouter de la musique من دوست دارم به موزیک گوش بدم. اینجا یه تمرینی بود برای اینکه تشخیص بدیم صرف فعل ER رو، گروه اولی ها رو توی پس کمپوزه، توی امپرفه و توی حال ساده پرزان. برای این اشتباه متاسفم که برای ژ حروف انتهایی ا هست ولی با یه اس. اینجا اشتباه شده که میشه زمان امپرفه. امیدوارم که این ویدیو برای شما کاربردی بوده باشه. Merci à tous et au revoir mes amis.